اینجا مطلب خیلی مهم میخوام بگم، خیلی مهمه. باید زیرانداز و روانداز خودت رو بشناسی. سلام خدمت همراهان کانال طب طلایی. خب امروز در سلسله مباحثی که در مورد انواع غذاهای جسم روح صحبت کردیم، میخوام در مورد غذاهای جذبی صحبت کنم. غذاهای جذبی از طریق پوست وارد میشن و خیلی سریعتر از غذای بلعیدنی میتونن تاثیر بگذارن. خب مثالش رو اگه من بخوام بزنم تو غذاهای جذبی، مثلا در مورد روغن ها، میگم آقا مثلا این اندام مفاصل سرد شده و این درد ناشی از غلبه سردی، روغن کنجد بخور. خیلی خوب. روغن سیاه‌دانه، روغن دارچین، روغن اسطقلوس. خب این انواع روغن ها که از طریق پوست جذب میشه و خیلی سریع تاثیر میذاره، جزو غذاهای جذبی هستش. اینجا مطلب خیلی مهم میخوام بگم، خیلی مهمه. بحث روانداز و زیرانداز. باید زیرانداز و روانداز خودت رو بشناسی. انسان مخصوصا موقعی که میخواد بخوابه، خب در واقع سردی محیط رو داره و در همه فصول باید روانداز و زیرانداز داشته باشه. یکی ما همینطوری دراز بکشیم رو فرشای ماشینی که طبعش سرده، هیچی هم رو خودمون نندازیم، کار اشتباهه. این عمر انسان رو کوتاه میکنه. چرا کوتاه میکنه؟ چون کیفیت خواب خراب میشه. کیفیت پایین خواب باعث چیه؟ باعث کاهش عمر میشه، باعث کاهش در واقع اعصاب میشه. یعنی ما به جای میخوام بخوابیم که تمدد اعصاب، تقویت اعصاب، در واقع برعکس میشه. میگم از خواب بلند شدم کلا به نچسبید این خوابه اسم کسلم، مثلا حال خوبی ندارم. ما نیاز داریم به یک خواب عمیق با کیفیت. چرا؟ چون زیرانداز ما پنبه و الیاف طبیعی و پشم نیست. خب تخت لایکو، تخت خوشخواب، همه در واقع اندام ما رو یک بافت صنعتی و شیمیایی که طبع به شدت سرد داره و ما به جای اینکه زیرانداز و روانداز با طبع گرم داشته باشیم، بالعکس هست و ما در واقع همه از بافت‌های شیمیایی در زیرانداز و روانداز استفاده می‌کنیم و خواب ما خواب با کیفیت و عمیقی نیست. پس روانداز و زیرانداز خودتون رو بشناسید که یک خواب با کیفیت داشته باشین که این خواب با کیفیت باعث تقویت قوای جسمی و روحی انسان بشه که بتونه خوب زندگی کنه، خوب بهره ببره، خوب برخورد کنه، خوب رفتار کنه، خوب گفتار کنه. حتی نیات خوب هم نشان از چی هستش؟ یک استراحت خوب و دلچسب باشه. پس ما باید خیلی موثره، خصوصا بحث خواب و بیداری که یکی از اصول چنگانه سلامت در طب سنتی هست. ما باید یک خواب با کیفیت عمیق در شب داشته باشیم که حتما زیرانداز و روانداز طبیعی باشه. انشالله در کلیپ های بعدی من در مورد انواع بافت ها و تأثیر آن در غذای جذبی و تقویت سلامت توضیح خواهم داد.